پارتنراب کرده نسل با یک کمپانی که پیپل انالیتیکس انجام میده، خودمون که اکسپرتش نیستیم. این لایف بالانس چی بهش میگن؟ ورک لایف بالانس. تونستن اینوست کنن. به چه اسکیل ها و به چه رول هایی در آینده نیاز داره. تو میتونی ورک لایف بالانس داشته باشی اما یه آدم میدیوکر معمولی باشی. اکوایر کردنش چقدر سخته. بیلد کنیم، کیپبیلیتی بیسیکش رو داریم، ریبیلد کنیم. کسی که نمیتونه ریز بکنه خودش مشکل داره. آیا سکریفایس میکنی ویکند من مارکتش هم خوب ندونم، پروداکت خواهد عوض شد. کدوماشو میتونیم بارو کنیم که مثلا ساستینبیلیتی اسپشیالیستش کمه. من میخوام به دنیا پروو کنم که من آدمی هستم. برای استراتژیک پلنینگ آینده Entrepreneurship is an act of disrespect. اپروچ درست باشه، ایدیات باشه، اکزیکیوتیو تیم خوب باشی، یا تو فاوندر هستی. کوفاوندرم دیپرس شد، دیپرس واقعی، اینفینیت مانی، چون بخاطر که یه پرشر داشتی بعد کویت کرد. یعنی تو باید همون موقع لاس حسابش کنی.